یه عده جاهل هم هستن که میخوان خامنه‌ای نجس رو بی تقصیر نشون بدن. میگن مشکلات اقتصادی کشور تقصیر مردمه، چون اونا رئیس جمهور اشتباه انتخاب کردن. من خیلی خودم رو دارم کنترل میکنم که فحش ندم، اما میخوام به این مسئله به صورت علمی پاسخ بدم. در حقیقت در این حکومت دیکتاتوری این مردم نیستن که رئیس جمهور انتخاب میکنن، بلکه برایشون توهم انتخاب درست میشه. خامنه ملعون نصف شورای نگهبان رو منصوب میکنه، نصف دیگه‌ش هم رئیس قوه قضاییه. خود رئیس قوه قضاییه هم توسط خامنه منصوب میشه. بعد یه عده میان کاندیدای ریاست جمهوری میشن. شورای نگهبانی که سر تا پشت توسط خامنه انتخاب شده، اونی که دلشون میخواد و تایید صلاحیت میکنن. و توهم انتخاب دقیقا اینجا صورت میگیره که مردم نه در انتخاب شورای نگهبان نقش داشتن، نه در تایید صلاحیت افرادی که دوست داشتن رئیس جمهور بشن. تازه بگذاریم از اینکه خامنه‌ای هم با مراسم تنفیذ ریاست جمهوری یک مهر تایید دومی هم به این رئیس جمهور میزنه. این دیکتاتوری وقتی داغ‌تر میشه که یادمون میاد خامنه‌ای شورای نگهبان منصوب میکنه، شورای نگهبان هم مجلس خبرگان و مجلس خبرگان هم جایگاه رهبری رو منصوب و تثبیت میکنه. بعدش هم اگر واقعا نظر مردم در مورد حاکمیت برای شما مهمه، چرا نمیذارید مخالفین اصل نظام راهپیمایی‌های خیابانی کنن و بگن ما این حکومت رو نمیخوایم؟ چرا با تیر و گلوله ازشون استقبال میکنید در خیابونا؟ چرا جرأت ندارید بعد حدود نیم قرن یه رفراندوم تو این کشور برگزار کنید؟ اگر دوباره یه عده گام و گوسفند اومدن خواستن خامنه‌ای بی تقصیر نشون بدن، به جای اینکه بهشون فحش بدید، با این استدلال‌های علمی بهشون ثابت کنید تمام مشکلات کشورمون تقصیر این پیر خرس تریاکیه. یادت نره این اطلاعات رو با دوستانت هم شیر کنید تا اونا هم سواد سیاسیشون بالا بره و روشن آگاه بشن. لایک و فالو هم حتما یادتون نره که جون بگیرم بیشتر خامنه‌ای بی‌شرف رو تخریب کنم. یا علی فدای همتون.